دوستان عزیز، آموزش جلبریک آیفون های 5S تا آیفون X رو خدمتتون توضیح میدیم. ابتدای کار یه دونه مموری وصل میکنیم به سیستم. هیچ ابزار دیگه، هارد یا مموری دیگه به سیستمتون وصل نباشه. سپس مموریمون رو فرمت میکنیم. مموریمون که فرمت شد، ابزارهایی که تو فایل خدمتتون فرستادیم و اینجا باز میکنیم. برنامه رفیوز رو باز میکنیم. مسیر فایل رو اینجا تو قسمت سلکت مسیر فایل چکران رو بهش میدیم. خب الان استارت رو که بزنیم، این هشدار که میاد اوکی رو میزنیم و فایل در قسمت پایین که ما میبینیم این قسمت شروع میکنه به رایت به روی مموری. باید صبر کنیم تا فایل تموم بشه. احتمالاً باز تو آیتم بعدی بتونیم توضیح بدیم. حالا ما این آیتم رو کاملا اختصاصیم که فایل کپی بشه. کپی که شد، ما بقیه کار رو تو آیتم بعدی توضیح میدیم. فقط تماشایی که می‌کنیم اینه که ببینیم که این فایل قسمت سوم آموزش هم به همون حالتی که گفتیم، مموری که فایل مورد نیاز رو کپی کردیم، سیستممون رو به حالت بوت میبریم. به این صورت که خاموش یا ریستارت میکنیم. دکمه بوتمون حالا بسته به سیستممون یا F2 یا F9 یا F10، باید اینو دیگه خودتون پیدا کنیم. مموری هم باید وصل باشه حتما. بعد که سیستم رو خاموش یا ریستارت کردیم که احتمالاً بره به آیتم بعدی، باز حالا ما گوشی سیستم رو کاملا خاموش میکنیم و آیتم بعدی روشن کردنی کلید بوت رو نگه میداریم. آیتم بعدی سیستممون رو روشن میکنیم و کلید بوتمون رو نگه میداریم. کلید بوت رو به محض نگه داشتن کلید بوت، صفحه مورد نظر چکرانمون بر صفحه ویندوز یا سیستممون ظاهر میشه. در این قسمت گوشی رو به صورت روشن وصل میکنیم و کارهایی که لازمه رو توضیح میدیم. به این صورت که خب اینجا چند تا آپشن داره، قسمت آپشن، و باید اول استارت فعال بشه. قسمت آپشن رو میزنیم، دقیقا قسمت آپشن رو انتخاب میکنیم. اینجا همه گزینه ها رو تیک میزنیم، یعنی هر چی که تیک نداره و داخل پرانتز تیک میزنیم.